سلام من گاو چرونم. بکیرم الان چی کار کن؟ کسی شده بده بچرونم. ماکسیمونم بچه خوش اومدید به چنل من و یه ویدیو خفن سمی دیگه. آره تیپ جدیدی که دارید تیپ گاو چرونی زدم. میخوام گاو بچرونم. عینک و کلا از این گیگلی مگلیه. چه توی این ویدیو قرار بریم دیوونه بازی اسپید رو ببینیم. یا آش اسپید فکر کنم یه همتون میدونید یکی از معروف‌ترین استریمرهای کل یوتیوب و یه کوچولو خول مزنه. آره یه کوچولو دیوونه بازی در میاره. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن بغلش هم بزنید، کامنت انگلیسی معنی دار بذارید. من تو ویدیو قبلی گفته بودم کامنت انگلیسی بذارید. هر اومده بود زده بود عجب سوسیسیه به انگلیش. شهر دنیای عجیبی شده کلا. بچا لینک دیسکورد، تلگرام، اینستاگرام همه تو دیسکریپشن هست. اونها حتما اگه دوست داشتین جوین بدید، فالو کنید و پلیش فال بکنید. بدون حرف اضافه دیگه بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. ای ولی ترقه تو اتاق روشن میکنه. اصلا بهتر از این نمیشه. همینو میخوان. مگه مجبوری تو اتاق روشن میکنی؟ بر کسی که نمیدونه خیلی پول داره. فکر کنم یه خونه داره نزدیک 1 میلیون دلار، نزدیک فکر کنم 4-5 میلیون دلار پولش طرف. اوه اسمید خیلی روانی شد. کابوی باشد. اوه حاجی من این ویدیوشو دیدم. وای روانیه واقعی. لیوان گوشه رو لبش میخواد ببینه چیشه. فکر کنم یه روبی میشه گوشه. اوه خیلی اسکوله. وو شبیه این چیزا نشده دختره که ژل تزریق میکنن. لیوان آرام صداشون باید ندارم. نمیدونم چی میگی. الان میرتون مونیتور فکر کنم قشنگ راحت روزی 10-20 تا هدست و موس و میکروفون اینا عوض میکنم. Niggas say you niggas motherfucking back. On my mama, I'll beat the fuck in my back. Bag dick on my dick, so you fuck with that. Fuck my tag, fuck all of y'all. Y'all smell like fucking dick on Charlie, y'all. I'ma put your ass out for the call y'all. Niggas speed game, bitch, fucking all of y'all. Fuck y'all, fuck this, fuck that. Fuck my tag, y'all smell like that. Y'all niggas eat hollow cat. On my mama, I am gay. Fuck everybody, I stay. And if you call me fuck straight, I will never be so gay. LK, bitch, I'm fucking great. Fuck y'all. منطقیه. ولی کسی که نمیدونه عاشق رونالدوه. فکر کنم رونالدو هم دیداره. یه ویدیوش از رونالدو رو دید پنچر شده. بچه فامیل بیناموز زده چموش چی کار کرد. ناگو زده چیزی پاره کرد. اینجور رفته تو کاناداست. خب بعد ولاگش هم فکر کنم گذاشته نمیدونم ولی خیلی جالب. این چیزه ویجی بورد چیه؟ بازه که رو نشون میده. اوه کامپیوتر چی کار کرد؟ فورتنایت پشمون اسکین خودش هم هست بازی. عمرن اگه یکی بتونه تو ایران همچی کارایی بکنه عمرن.
حالا خوبه صدای این سیستم کمه ها. روسیه رو صد کم شده. ناراحت شد رونالدو نبود. این بازی بچه اگه دوست داری اینو تو چنل گیمینگ برن، چنل گیمینگ قرار بزنی بزنی، این اگه دوست داری بزن همین الان تو کامنت Bro. Okay! یا ولی فرض چه اتفاقی داره میفته؟ ویکتوری رویال گرفت. خدای خیلی دیوونه است. قشنگ تو هر کدوم از این کلیپا راحت یه چند میلیونی خسارت زد. Yo, Chad, why this game so fun, Chad? حساب بزرد. اینه خونش. فکر کنم نزدیک قشنگ 4-5 میلیون دلاری است. حالا میخوره زمین. اوه. No more. I'm on crack, bitch! I'm on crack, bitch! بخور زمین دیگه. نمیخوره زمین. حیوان. این چیز از یه ویدیوه. خب یه ویدیو چند نفر داره نشون میده که مثلا یه هیولای روحی چیزی از پشتشون میاد. خب مثلا تصویر تو هم میذاره این ولی رکورد شده است واقعی نیست. بعد مثلا بعضیا میرن دیگه یوتیوبرها و استریمرها واقعا این ضبط شده است. افکت مثلا میاره نظر اون تو Every ترسی. time you talk, you wanna know the only thing I hear? وای خداست. مینی چته؟ Hi, my name's Speed. یا روانی شدم. حالا خوبه صدای این کامپیوتر کم بود، اگه رو صد بود الان کر شده بودم. بسه چقدر من این آدم این تحمل داره. بچه دم همتون گرم، مرسی که تا آخر ویدیو رو تماشا کردید. اگه میگم بیام جلوتر این صندلی 20 صد صدا میاد درستش کنم. اگه دوست داشتید این ویدیو رو حتما ویدیو رو لایک کنید، کامنت انگلیسی معنی رو بزنید، چنل سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن بغلش هم بزنید. اینجا بیارم ویدیو قبلی این بالا میاد، اونم حتما برید ببینید. خیلی ویدیو سم و فانی شده دیگه. دوستتون دارم دیگه، عشق منید. و تو یه ویدیو دیگه میبینم. تو فعلا پیس.